سلام دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای آموزشی ما اینجا در کانال einfach durch mit ابراهیم. موضوعی که امروز قرار رو بحث کنیم دوستا پرسونال پرونومن هست. پرسونال پرونومن یک از یا ضمایر شخصی، یک از موضوعات یا یک از عناوین مطالب نهایت مهم در زبان آلمانی است که بدون درک این شما در واقع هیچ موضوع دیگر را اینطور میشه گفت که درک کردن نخواهید توانست. خب اگر میخواید مشکل را نداشته باشین پس تا آخر ویدیو با ما باشین. در اخیر ویدیو هم حقوق منظم به جهت تقویه حقوقتان برایتان تدارک دیدم که در آخر ویدیو پخش میشه، با هم میبینیم. خب was sind der personal pronomen؟ در واقع سوال است که باید بپرسیم که ضمیر شخصی چی هست. Ein Pronomen ist ein Wort, das ein Nomen ersetzt und Wiederholungen vermeidet. ضمیر یعنی کلمه است که به جای اسم قرار میگیره و از تکرار او جلوگیری میکنه. این به چی معنا؟ بس با مثال براتون واضح میکنم. مثلا علی hat einen Hund، علی یک سگ دارد. ist sehr lieb، او بسیار مهربان است. در واقع اینجا ای به معنای علی است. ما میدونستیم این جمله را اینطور هم بگیم علی hat einen Hund، علی ist sehr lieb. اما به خاطر که از تکرار این جمله که در دو جای علی تکرار شود جلوگیری کنیم، از ضمیرش استفاده کنیم که ای هست. خب دومین مطلبی که شما باید درک کنین اشخاص است. مثلا شنیده باشه زیاد میاد اول شخص، دوم شخص، سوم شخص. شخص اول یا erste Person به آلمانی میگه کسی است که خودش صحبت میکنه. مثلا در حال حاضر من که با شما صحبت میکنم، من اول شخص هستم. دوم شخص یا zweite Person کسی است که با او صحبت میکنیم. در حال حاضر من با شما صحبت میکنم، بنابراین من اول شخص و شما دوم شخص هستید. شخص سوم کسی است که اول شخص و دوم شخص درباره اون صحبت میکنه. مثلا من و شما درباره علی صحبت میکنم، بنابراین علی اینجا سومین شخص است. خب بحث دیگری که نهایت اهمیت داره که ما باید درک کنیم بحث فاعل، مفعول و مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم است. فاعل که در آلمانی بهش سوبژکت میگه. فاعل کسی است که کار را انجام میدهد، یعنی انجام دهنده یک عمل به اسم فاعل یا اسم آلمانیش سوبژکت یاد میشه. مثلا چگونه ای را اگر بخوایم بپرسیم، چگونه تشخیص بدیم فاعل را در یک جمله، از این طریق این سوال میپرسیم و چی کسی یا وس چی چیزی. اگر شما این سوال را بپرسید در واقع جواب همین سوال فاعل جمله هست. مثلا der Arzt untersucht den Patienten. دکتر مریض را معاینه کرد. معاینه اینجا فعل است، معاینه کردن. چی کسی این کار را انجام؟ سوال اینه چی کسی؟ der Arzt. ببینن Arzt اینجا چی است؟ فاعل جمله است. یا مثلا ich gehe zur Schule، من مکتب میرم. چی کسی به طرف مکتب میرود؟ ich یعنی من، بنابراین من چی هستم؟ فاعل جمله است. یعنی جوابش و یا چی کسی است. این همیشه در جمله اگر بپرسین جوابش در واقع فاعل جمله میشه. مفعول مستقیم که در آلمانی بهش اکوزاتیو میگه. مفعول مستقیم چیزی یا کسی است که عمل مستقیما روی او انجام میشه، یعنی او مستقیما عمل را دریافت میکنه. چگونه در جمله او را بشناسیم؟ با طرح این سوال چی کسی را یا چی چیزی را. جواب این سوال در واقع مفعول مستقیم یا اکوزاتیو جمله است. مثلا der Arzt untersucht mich، دکتر مرا معاینه کرد. خب سوال چی کسی را معاینه کرد؟ مرا، mich میشه مرا. بنابراین mich مفعول مستقیم یا اکوزاتیو جمله است. یا مثلا ich sehe den Mann، من اون مرد را دیدم. خب چی کسی را دیدم؟ den Mann اون مرد را. ببین اون مرد چی میشه اینجا؟ مفعول مستقیم یا اکوزاتیو جمله. مفعول غیر مستقیم مفعول است که اکثرا فعل مستقیما روی انجام نمیشه، بلکه چیزی به او داده میشه، برای او انجام میشه یا از او گرفته میشه. یعنی
فعل مستقیم روی او تاثیر نداره. البته این بعض حالاتایی هم هست که فعل مستقیم مربوط به او میشه، منتها یک تعداد محدودی از افعال هست که او را افعال داتیو ساز میگه که و اگر خواستید من در جلسات آینده روی اون بحث خواهم کرد. مثلا ich gebe dem Kind das Buch. من کتاب را به او طفل دادم. خب چگونه رو بشناسیم؟ به طرح این سوال، به چی کسی؟ به چی کسی؟ اگر در جمله میپرسید به چی کسی، جوابش در واقع چی است؟ جواب سوال مفعول غیر مستقیم یا داتیو است. ich gebe dem Kind das Buch. ما به اطفال کتاب دادم. ich gebe das Buch. ما dem Kind چی چیزی را دادم؟ کتاب را. این چی چیزی در واقع میشه مفعول مستقیم، das Buch. به چی کسی دادم؟ به چی کسی؟ dem Kind. kind یا طفل در اینجا در واقع داتیو است. یا مثلا der Arzt gibt mir eine Medikamente. دکتر به من یک دوا داد. خب چی چیزی را به من داد؟ مدیکامنت، دوا. بنابراین چی چیزی جوابش چی بود؟ مفعول مستقیم. مدیکامنت اینجا بلند چی است؟ مفعول مستقیم است. به چی کسی این دوا را داد؟ به من، میه. بنابراین من مفعول چی هستم؟ غیر مستقیم یا داتیو. خب در ادامه دوستا یک جدول اینجا ترتیب کردیم که مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم و همچنان ضمیر فاعلی رو بهتون تشریح کردیم. نومیناتیو ضمیر فاعلی اینجا تذکر داشته برای اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم و همچنین اشخاص اول شخص، دوم شخص، سوم شخص جمع و همه اینها تذکر رفته و این ستون آبی مفعول ضمیر فاعلی هست یا نومیناتیو که اینجا تذکر رفته و اینم معانی فارسی اون هست که شما میتونید برانی رو بخونید و اینجا هم ضمیر مفعول غیر مستقیم مفعول مستقیم یا اکوزاتیو هست و اینجا مفعول غیر مستقیم یا داتیو هست. اینها معانی فارسیشان هست. اگر شما میخواهید مثلا این ضمایر را حفظ کنید، اصلا خیلی هم ضرور هست، میتونید را راحتی اسکرین شات بگیرید و حفظش کنید. خب در ادامه هر یک از این ستون ها رو با هم دیگر در چارچوب مثال بحث میکنیم تا درک بهتری از اون برای شما به دست بیاید. خب از نومیناتیو یا ضمایر فاعلی شروع میکنیم. ضمایر فاعلی یعنی ضمیرهایی که به جای انجام دهنده کار میشینند. زمانی که شما کار را انجام میدید یا شخصی کار را انجام میدهد از ضمایر فاعلی استفاده میکنیم، نه از ضمایر مفعولی یا ضمایر مفعولی که مستقیم یا غیر مستقیم باشه. خب اینجا صرف از ضمایر فاعلی استفاده میکنیم. مثال میزنیم. در چارچوب مثال هر یک اینها رو براتون واضح میکنم. ما سیم شخص مفرد شروع کردیم چون شخص اول و شخص دوم رو در حقوقی که در اخیر هست به شکل تمرین و حقوق براتون آوردیم تا درکش هم راحت تر باشه و همونجا درک عمیق‌تر از اون داشته باشه. خب از سیم شخص شروع میکنیم. مثلا احمد که ما درباره احمد داریم صحبت میکنیم شروع کردیم. مثال اول احمد است لغه. احمد معلم است. ما و شما درباره احمد صحبت میکنیم. arbeitet in der Schule. او در مکتب کار میکند. خب همون سوال بپرسیم. خب چی کسی در مکتب کار میکند؟ احمد. احمد در واقع اینجا ضمیرش استفاده شده، نه خود احمد که ای است. ای arbeitet in der Schule. خب ضمیر سوم شخصی مفرد مذکر. ببین احمد خب جنسیت مذکر هست و ضمیرش هم ای هست اینجا. ببینید. خب یا مثلا سارا است ارستن. سارا دکتر هست. زی هلف دمینشن. زی در واقع همون سارا هست. ضمیری سوم شخصی مفردی مؤنث که زی هست. زی هلف دم den Menschen. چی کسی مردم کمک میکنه؟ زی همون سارا هست، یعنی فاعل هست. شما وقتی چی کسی را پرسان کنید چی کسی هلف میکنه در واقع اتومات جوابش به شما میگه که زی هست. خب یا مثلا برای سوم شخص مفرد خونسا das Kind ist klein. ارتیکلش kind است، das هست، خونسا هست. es spielt im Garten. امی kind در واقع میگه اس در واقع خود کیند است. das Kind میشه اس ضمیرش. در داخل باغچه بازی میکنن. برای
اول شخص جمع مثال میزنیم. علی اون ايش زین فوقوند. من و علی رفیق هستیم، دوست هستیم. wir lernen Deutsch. wir اینجا چی معنا؟ یا به معنی علی و اش. دوستا شما باید متوجه باشین که در هر یک از اینها چی کسی مثلا دوج میاد؟ ما، من و علی. ضمیر ما ویه هست. شما فقط از ضمیر فاعلی اینجا باید استفاده کنید. مثلا اگر شما اینجا بین مثلا اونس بگیم که ضمیر مفعولی هست، اشتباه میشه. خب باید وقتی تشخیص بدین که مفعول ضمیر مفعول استفاده میکنید یا ضمیر فاعل، بسیار اهمیت فوق العاده دارد. خب بحثی بعدی، مثال بعدی. Die Kinder sind im Zimmer. Ich spiele draußen. اطفال در اتاق هست، یا مثلا اونها در اتاق هست فعلا، اونها در ich spiele draußen. اونها در بیرون بازی میکنن. در واقع این همون ای در واقع ضمیر دی کینده هست. کینده جمع هست، جمع دوم شخص هست، دوم شخص جمع هست و دی کینده در واقع همون ایه، یعنی دی کینده. خب بحث بعدی ما هرمولا است hier. Sie kommen aus Berlin. اینجا در واقع زی دوستا همون زی محترمانه هست که ما شما هم در فارسی معادل او رو در واقع داریم که به کسی که زیاد احترام داشته باشه میگیم شما به جای تو. این همون دقیقاً همون زی است. هرمولا انسان محترم است و ما از زی استفاده کردیم. زی در واقع آقای هر ملزمی اون هست. خب میم سر اکوزاتیو یا مفعول مستقیم دوستا. تعریفش قبلا مفعول شده. میم مثلا میگیم اجزی علی، اما سیم شخص مفرد شروع میکنیم. اجزی علی، اجزی این. من علی را میبینم، من علی رو میبینم. اجزی این در واقع هم در جا دوستا همون علی هست، ضمیر علی است، ضمیری مفعولی یا مفعول مستقیم علی است. علی چون مذکر است ضمیرش میشه این. ما اینجا نمیتونیم بگیم که اجزی علی اجزی دو مثلا ضمیر فاعلی بود. اگه دو بگیم کاملا اشتباه، اصلا جمله معنا نمیده. شما باید دقیق بشین که فعل بالای کی انجام شد. فعل من انجام دادم بالای علی. علی بنابراین مفعول است. باید ضمیری که استفاده کنم ضمیر مفعولی باشه. البته اینجا اگه دو بگیم دیگه یا ای بگیم دیگه واقعا اشتباه است. مثلا ضمیر سوم شخص ای بگیم واقعا معنای جمله به کلی از بین میره. مثلا یا مثال بعدی اشتغاف فاطمه. مثلا من فاطمه رو ملاقات کردم. اشتغاف زی. دوستا داشته باشین که ضمایر مفعول مستقیم و ضمایر فاعلی مؤنث و خنثی یکی است، تغییر نمیکنه. مثلا اینجا برای مؤنث زی است، برای خنثی هم است و در ضمیر فاعلیش هم همین همون چیز است. خب اینجا گفتیم اشتغاف زی در واقع ضمیر مفعولی سوم شخص مفرد فاطمه است. زی در واقع همون فاطمه است. خب یا مثلا برای اس اشکاف دستبوخ. ما مثلا میگیم که او کتاب خریدم. اشکاف اس در واقع ضمیر مفعول سوم شخص مفرد است که ما اینجا استفاده کردیم. در واقع اس همون کتاب هست. خب میم سری اول شخص جمع. در لغه زید مش اون ماین فروند. معلم من و رفیقم را دید. اگر بخیم من و رفیق مش اون ماین فروند با یک ضمیر عوض کنیم چون ما دو نفریم و جمع هست، میگیم در لغه زید اونس. اونس اینجا به معنای مش و فروند است. شما اینجا نمیتونید از ضمیر فاعلی استفاده کنید. اگر ضمیر فاعلی استفاده کنید کاملا جمله معنی خود دست میده. مثلا در لغه زید وی اگر بگیم واقعا جمله معنای خود را از دست میدهد. باید تشخیص کنین که ضمیر بسیار دقیق استفاده شود. اشغوف دی فروند. من رفیقای خود صدا میکنم، مثلا دوستان خود صدا مثل که شما به شما صدا میکنیم که لطفا دوستان مثلا کانال سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و نظرات و انتقادات خود با ما بگین. اشغوف دی فروند.
ich rufe euch، من شما را صدا میکنم. شما مثلا بیش از یک نفر هستین حالا که جمع هست. اگر ما بگیم ich rufe ihr که ضمیر جمع فاعلی هست، شما چون فاعل نیستین، انجام دهنده کار نیستین، جمله به کلی معنای خود دست میده، اصلا قابل فهم نیست در اون حالت. خب der Lehrer ruft die Kinder، معلم اطفال یا بچه ها رو صدا کرد، اطفال صدا کرد. er ruft sie، sie اینجا در واقع همون به معنای کینده هست که ضمیر سوم شخص جمع است. اونها باید باشن، شماها را در واقع نیست. دوستان این اشتباه شد، شماها نیست، اونها هست. خب باشین باید اصلاح کنیم دوستان. یک دقیقه دوستان من باید اصلاح کنم. اونها معنا میده، اشتباه شده. اونها را دوستان. خب ببخشید. خب میریم روی موضوع بعدی دوستا که داتیف ها هست، ضمایر مفعولی غیر مستقیم که در او حالت ما شما اگر بخوایم سرش کار کنیم یک ذره پیچیده است برای کسایی که مثلا در سطح آینس هست یا در اوایل آسوای هست، یک ذره درک سخت هست، اما باز هم یک دو مثال میزنیم اگر و در آینده از این موضوع بحث‌های بسیار مفصلی خواهیم داشت. اگر دوستا کدام کسی میخواست که دربارش توضیح داده شود به طور ویژه فقط همین، لطفا در کامنت بگن، من تحت یک ویدیو جداگانه توضیح خواهیم داد. خب دو تا مثال میزنیم از این خارج میشیم. مثلا ich gebe علی das Buch، من کتاب به علی دادم. خب das Buch اینجا که هست مفعول غیر مستقیم ما شماست یا اکوزاتیف و علی مفعول غیر مستقیم یا داتیف ما شماست که در اینجی ما اگر بخوایم ضمیر علی رو ضمیر بیاریم میگیم ich gebe ihm das Buch، من به او کتاب دادم. اگر شما اینجی این بگید هم اشتباه است، اگر بگید هم کاملا اشتباه است. خب یک مثال دیگه هم میزنیم. مثلا der Mann hilft der Frau، مگه اون مرد او خانم کمک کرد. خب اینی هلف این دوستا از جمله افعال داتیف ساز است که خودش ولو به تنهایی است، فقط شما یک دانه مفعول دارید ولی باز هم باید داتیف استفاده شد، چون با باید به کار بره. مثلا او با اون زن کمک کرد. نه از این خاطر میگم که باید روی این بسیار بسیار تمرکز کنید. der Mann hilft der Frau، او مرد او خانم چه کردن؟ کمک کرد. hilft ihr ضمایر سوم شخص مفرد مؤنث در حالت داتیف ایه هست. خب روی موضوع دوستا گفتم برای کسانی که در آینس یا اوایل آسوایس مشکل هست، مطابق باز هم اگر کسی دوست داشته باشن کامنت کنن، من دوباره در رابطه با اونم بحث خواهیم کرد. خب دوستا آمدیم روی هوغن. در هوغن دوستا شما هوغن میشنوین، اینجا مثلا ضمایر با رنگ آبی نشانه گذاری شده و داخل قوس اینجا چیزی رو نوشتم. این به معنای نومیناتیو هست دوستا، آ به معنای اکوزاتیو هست و دی ای به معنای داتیف اگر اینجا بود. مثلا ای یک بحث جدا است که ضمایر ملکی است که ما سرخ هم کردیم، این چیز در این کاتگوری ها نیست و او را در یک ویدیو جداگانه پسان بحث میکنیم. بریم هوغن میشنیم با هم دیگر و ببینیم که چطور خواهد. خب دوستان میرم طرف هوغن. Guten Tag, Arztpraxis Müller. روز بخیر، مطب دکتر مولر. پرکسیس دوستا همون دواخانه که نمیشه گفت، یعنی معاینه خانه شبیه این میتونه آدم چی کنه، چیزی جدای از کranken هاوس یا شفاخانه هست دوستا. خب مطب میگه ایرانی ها برش. روز بخیر مکتب دکتر مولر. Ich. Guten Tag,
Ich möchte gern einen Termin machen. من روز بخیر. میخواهم یک وقت بگیرم. Praxis. Wie ist Ihr Darname? مطب. نام شما چیست؟ Ich heiße Ahmad. من. نام من احمد است. Praxis. Wann sind Sie geboren? مطب. شما چه وقت تولد شده اید؟ Ich bin am 3. Mai 1995 geboren. من در 3 ماه می 1995 تولد شده ام. Praxis. Wir geben Ihnen einen Termin für morgen um 10 Uhr. مطب. ما برای فردا ساعت 10 به شما وقت می دهیم. Vielen Dank. Ich komme morgen. من. بسیار تشکر. فردا می آیم. خب دوستان حقوق اولش شنیدید. حقوق دوم هم یک بار با هم دیگر میشنویم. این حقوق دوم یک ذره تیز هست و ترجمه فارسیش هم نمیگه، ولی شما ترجمه فارسیش نوشته هست میتونین اون را خودتان بخوانین. یک بار دوبار که بشنوین براتون راحت تر میشه. Kommen Sie bitte herein. Guten Tag, Doc. Was fehlt Ihnen da? Mir tut der Kopf weh. Und mir tut auch der Bauch weh. Seit wann haben Sie denn Schmerzen? Seit 2 Tagen. Ich untersuche Sie kurz. Ich gebe Ihnen ein Medikament. Vielen Dank, Herr Doktor. خب دوستان حقوقین بود با هم شنیدیم. دوستان اگر کسی به پی دی افی چیزا نیاز داشته باشن لطفا در کامنت بگن. اگه تعداد زیاد شه ما یک راهی بهش پیدا میکنیم که اون را به شما برسانیم. خب روزگار شما خوش. تا جلسه بعدی که دوباره با هم دیگر روی موضوعات دیگری بحث خواهیم کرد.